حالا آقای دکتر بسکی، چون وقتمونم داره تمام میشه، من اینو تکلیفشو مشخص کنم. میگن تایمون بیشتر هست البته. این چیزم بگم یه دقیقه. وقت داریم هنوز. زردچوبه بزنیم توش. زعفرون. زعفرون. فلفل سیاه. فلفل سیاه. فلفل قرمز. عرض کنم که دارچین، زنجبیل تازه میگیریم، عیب نداره، هر کی پول نداره، چون کیلو 6000 تومان دیروز خریده بودیم، مردم نداره، زنجبیل معمولی هم بخرن. زنجبیل اینا رو میریزیم تو همون اینا میریزیم تو اونجا، خلاصه خوشمزه میشه که دیروز. و یکی دیگه هم این که اگر احیانا کسی ماست و شیر و اینا بخوره، چون ماست و شیر و اینا سرطان میده، موکوس تولید میکنه، همین ماست و دوغ و پنیر سویا درجه 1 تو همونجا داریم. درست. مثلا 2 قاشق ماست قاطی این سوپ میکنیم. مثلا این سوپو بعد میغله میجوشونی یا نه اصلا نمیپزینش؟ همینا رو مخلوط میکنی؟ جوشوندن تمام ویتامینا آنزیما رو از بین میبره. مگر ما به گاو 600 تا گاو غذا میدن میجوشونیم میدیم؟ اگر بجوشونی که شیر به آدم نمیده، یه چیز دیگه میده. حالا ما میخوایم که من تعجب میکنم میگم ای خدا کاش که من گاو کرده بودی. دور از جون. خام میخورم، کیف میکنم، بعد میبینم همین مردم مریضن. 95% مردم ایران و همه دنیا مریضن. درست. حالا داستانهایی که از امریکا من دعوت میکردن بعد. آقای دکتر